سلام بچه ها، مخلصم، چاکرم، خوش اومدین به چنل خودتون بچه ها. مخلصم بچه ها. توی این قسمت یه برنامه خفن داریم در مورد سرود ملی تاجیکستان و بازخوانی سرود ملی تاجیکستان توسط ایرانیا بچه ها. توی مشهد خراسان یه ویدیو گرفتن یا خوندن، خیلی قشنگه، با یعنی ملودیش همون ملودی سرود ملی تاجیکستانه و هست و بخشش رو عوض کردن. خیلی خفن و قشنگه بچه‌ها. امیدوارم که خوشتون بیاد. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. پس بریم و با هم دیگه ببینیم. 1 2 3 لیتس گو. این قبر فردوسیه. لباسای محلی ایرانی‌ها رو پوشیدن. از بیشه شیرانیم، هم پای سیاوشیم، ما آرش دورانیم. هم پای سیاوشیم، ما آرش دورانیم. آهنگ زبان ما هم ریشه و نزدیک است، پیوند وفا بین ایرانی و تاجیک است. ایرانی و تاجیکی هم سفره نوروزند، در تیرگی دنیا شمعی هنر افروزند. دقیقا همون ملودیه ها بچه ها. خب فقط بخشیشو عوض کردن، بخشیشو فارسا ایرانی ها عوض کردن و مدل خودشون چیز کردن، ولی سرود ملی تاجیکستان فکر کنم همین باشه. حالا سرود ملی تاجیکستان و اون چیزی که خودشون خوندنم توی این قسمت با هم دیگه میبینیم. ایرانی و تاجیکی هم صحبت و هم پیمان، هم میهن دیروز و هم مقصد این دوران. هم میهن دیروز و هم مقصد این دوران. پرچم تاجیکستان و ایران، روشنگر دورانی، در خانه وفاداری، ما رستم دستانی، ما محکم و پابرجا، در عرصه و میدانی، کسرا و دماوندی، با میر و زرافشانی، با میر و زرافشانی. ما هم ریشه طوفانی، از بیشه شیرانی، هم پای سیاوشی، ما آرش دورانی، ما آرش دورانی. خیلی قشنگ بود بچه ها. اینو تغییر دادن. خب تغییر دادن به مدل خود، یعنی ایرانی‌ها خورده تغییرش دادن. و سرود ملی تاجیکستان رو با هم دیگه ببینیم. من یه تیکش رو دیدم، خب کامل ندیدم چی دارن میگن، ولی دفعه اول که من نگاه کردم اشکم در اومد، چون انگار که از ما ایرانی ترن. یعنی همون چیزایی که واسه مهمه واسه تاجیکستان مهمه. شاهنامه، میدونم اصالت و تمدن فارس زبونا، فارسا و ایران بزرگ که افغانستان، تاجیکستان اینا جزوش بود. ایران بزرگ. اوه اوه به به. آه، ما آتش زرتشتیم میگه پارسا، ما آتش زرتشتیم. خب بچه میگه ناکشته نمیکشتیم، میگه اگه کسی ما رو نکشه ما نمیکشیمش. چقدر قشنگ میگه، چه شعری. اسماعیل سامانی بچه ها همون زمان سامانیان بوده دیگه، فرمانروای سامانیان و ایران قدیم بوده. چقدر زیباه، چقدر احساسیه. انگار که واقعا انگار ایرانه، انگار ایرانه. الان نگاه کن، پرچمش هم شبیه خیلی.
اوه میگه یک طایفه از لاهور که یعنی قسمتی از پاکستان هم بوده دیگه، یک طایفه از توسیم. توس هم که دیگه خراسانه، شهر ما. ناموسیم. ای خدا، اقبال پاکستانیه. خب میگه همشهری اقبالیم. خب چون بخشی از پاکستان هم جزو تاجیکستان بوده دیگه، بخشی از ایران و اینا همه جزو هم بوده دیگه، افغانستان و اینا. میگه که همشهری اقبالیم، هم همشهری فردوسی ایران و مشهد. قلبم پر عشق میشه. دوز شد بچه ها، قلبم درد گرفت، اشکم در اومد. خوب دختر نیستم که میکاپم بریزه، اشکم در اومد. بچه ها چقدر این سرود ملی قشنگه، انگار سرود ملی ایرانه. از سامانی میگه، از اسماعیل سامانی میگه، نمیدونم از سیاوش میگه، از فردوسی میگه، از توس میگه. واقعا به معنای واقعی تاجیکستان پاره تن ایرانه، بی نظیر بود. اصلا اشکمو در آورد به قدری که من احساساتی کرد. این باورم نمیشه، یعنی این سرود ملیشونه، بی نظیره. بچه ها خیلی خوشم اومد. توی کامنت ها بنویسید بچه ها چیزای خوشگل مشکل دیگه که در مشترکات ایران و تاجیکستان افغانستان هست بنویسید تا بهش ریاکشن بریم. چاکر بچه ها، لایک و کامنت و سلام یادتون نره. تا دیدار دیگر بدرود.